خیلی وقتا هزینه‌های تصمیم نگرفتن خیلی بیشتر از یه تصمیم اشتباهه. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب و خوب باشه. به پاتوق خودتون یعنی پاتوق آرامش خیلی خیلی خوش اومدید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. تقریبا برای هممون پیش اومده که بخوایم توی لحظه‌های مهم زندگیمون تصمیم بگیریم که توی کوتاه مدت یا حتی طولانی مدت ما رو از گرفتن اون تصمیم پشیمون نکنه، یا به قول معروف اینطور نباشه که بگیم خیلی دیر شده و دیگه کار از کار گذشته. خب بریم سراغ تکنیکمون. اول، قبل تصمیم گیری با خودمون تکرار میکنیم پیامد این تصمیم من بعد از 10 دقیقه چیه؟ دوم، پیامد این تصمیم من بعد از 10 روز چیه؟ سوم، پیامد این تصمیم من بعد از 10 ماه چیه؟ چهارم، پیامد این تصمیم من بعد از 10 سال چیه؟ گاهی باید زمان تصمیم گیری در آخرین لحظات خودمون رو کنترل کنیم. خیلی عشق بچه‌ها، مرسی که تا آخر ویدیو همراهم بودین. ممنون میشم سابمون کنین تا هر چه زودتر خانواده‌مون بزرگتر و بزرگتر بشه. و اینکه لایک کنین ویدیو رو، و اگه نظری، پیشنهادی، چیزی هم داشتین داخل کامنت‌ها حتما برام بنویسید که تک تکشون رو میخونم و عشق میکنم. و در آخر آرامشتون و اولویتتون قرار بدید.